واقعا منطقه نیاز به وحدت داشت. من همچون یک جوانی صاحب استقلال از نگاه، از نظر، از سوالها، از گفت و شنیدها از نفرایی که تجربه چیز دارن و در این شاهد بدن سوال کردیم و پرسان شدیم و خلاصه برآوردیم. همچون یک جوانی صاحب استقلال در زیر سیمای وحدت چی را دیدم؟ هنگام عباره وحدت از ذکر میکنی دوستان عزیز، در پیش نظرتان یگانگی، یکدلی، یک برنامگی، خب تمامی گروه ها یک جا میشوند وحدت میسازند. وحدت در آلاهیدگی معنی نداره. یعنی که اگر که وحدت بگوی چیزی را نبینی معنی نداره. فقط وحدت میبیا در چیزی جمع، یگانگی، یک برنامگی، یک ایده، یک مضمون سالم میبیا میشود وحدت. این چیز در وطن ما شد. گفتیم که خب منطقه نیاز به همه چیز داشت، نفرایی که کنترل میکردن نیاز داشتن، باید وحدت میکردن. این چیز شد. رحمانوف دخل نداشت وحدت، مطمئن باشه وحدت مالی رحمانوف نیست. اصلا در زمانهای وحدت رحمانوف مثل یک بازیگری بود که میبردنش یک جا امضا ما برمیگردوننش، چون برنامه‌های بعدی داشتن بالاش. رب نداره به این. و زمانی که صلح کردن دیگر با آغوش گرفتن. من با شخصیت کسی نمیگم، در عموم حرف میزنم برای یعنی که یک معلوماتی به هموطنان میرسونم، چیزی که من پی بردم. شاید فکری من در اینجا که جای اشتباه باشه، چون که در هفته اخیر چندین پیام ها به در شماره صدای مردم با یکی بر روز وحدت تبلیغ خواست کنه، یکی گفت وحدت مالی کی است و من در کدام جواب دادم. چرا؟ گفتم جواب تمام سوال ها را امروز در برنامه صدای مردم میدیم. چی در شخصیت من، چی در تمام گروه روان کردن که از نگاه گروه 24 چی است. امروز ساعتی رسیده است بگیم که چرا، چگونه قبول نداریم. خب صلح کردن یکدیگر را با آغوش گرفتن. در برابر یکدیگر را با آغوش گرفتن باید گرد و اطراف میلیون های دیگر او را باید با آغوش گرفته میشد. در آغوش همدیگر میگرفتن، وطن میساختن. به خانه و درون خانه و منزل میدادند. به مکتب و مدرسه ها را مکتب و مدرسه میدادند. جایهای خراب و شکسته را گلزار میکردند. این چیزا میگفتند وحدت. برنامه سالم در منطقه پیاده میکردند. ملتی که بعد از جنگ آمده بود اگر وحدت میشد در عرصه بین المللی او ملت آبرو و عزت میدادند. این را میگفتند وحدت. اگر که من وحدت قبول دارم چگونه قبول، کدام وحدت قبول میکردم؟ اگر که قبول ندارم چرا قبول ندارم؟ خب ذکرش میکنم. زمان قبول میکردم که واقعا این چیزایی که من در بالا ذکر کردم پیاده میشد، مردم روحیه میگرفت، مردم علم و دانش میگرفت. تاثیر او تا به امروز دیروز در نمی زنی که مادری که بود تاثیر یعنی همون رسیده است. این همین نفران را آوردن شیناندن، ظلم یا برنامه یا بدبختی یا تا امروز تاثیرش میرسه. دیروز در زندان چندین ها را کشتن، تاثیر یعنی همون برنامه ها است، تاثیرش یعنی همون است. با برابر 100,000 و 200,000 مهاجر آوردن، میلیون های دیگر جمع کردن روانشون کرده. آیا ما همین را بگم وحدت تبریک باشه؟ میگفتن در زمان جنگ اینقدر تجاوز میشد به ناموس مردم، وحدت شد، تمام صلح و ثبات شد، همه از بین رفت. تا به امروز به ناموس ملت تجاوز میکنند. کدام وحدت؟ باز بگو وحدت مبارک شود. میگم 100,000 مهاجر آورد، امروز 2 میلیون مهاجر روان کردین. کدام وحدت؟ تا زمان وحدت پارچه زمین فروخته نشده بود، امروز پارچه زمین فروخته شد. کدام وحدت؟ در زمان جنگ 4 میلیارد دلار ما قرضدار نبودیم، امروز ما قرضدار هستیم. کدام وحدت؟ وحدتی که بسته شد بعد از یک هفتهش، بعد از یک ماهش باز خونریزی شروع شد. بهترین قومندان، جوانای بهترین نبودن. ما چگونه در مقابل اون مادرایی که فرزنداشون در زمان جنگ از سال 2000 از سال 92 تا 97 از دست دادن تا امروز فرزندای او بیچاره پدر میجویند. بعضیاشون ولی نمیدونن پدرشون زنده است، مرده است، قبرش منزلش کجا است، اقلا یک فاتحه براشون بخونن. آیا نمیدونن؟ ما در برابر این بدبختی ها باز بگم وحدت ملی مبارک باشه. وحدتی که امروز آوردن به یک جشن زادروز عوضش کردن، میبرن زنها و مادرای ما ناموس ما در مقابلشون رقص میکنن. آیا ما بگم وحدت شما مبارک باشد؟ چگونه بگم؟
дуруст аст ки миллат мардуми тоҷикистон ниёз ба ин ваҳдат дошт, аммо оре ки мардум мехост ӯ чиз нашуд. мутаассифона нашуд. ормонҳои мардум аз байн рафт. орзуҳои мардум бо як умед аз байн рафт. агар ваҳдат воқеан ваҳдат мешуд, муҳоҷирое ки аз Афғонистон баргардонданд, аксарият ё бехонаву дар монданд. ман шоҳиди чандин тош ҳастам. чандин тош қисса мекунанд ки омадан хонаҳои моро дигар надоданд ва бо ҳамун омада баровард барномаи дигар гирифтанд, қисми дигар роҳи муҳоҷирата гирифтанд, то ки биёянд хонаву дар бисозанд. ин аст ваҳдат? не. ман ҳеҷ гоҳ ҳамчун як фикри банда аст, ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон, ин чиза воқеан ба ҷуз аз макр ман надидим ваҳдат. воқеан надидим. мутаассифона фиреб хӯрд. миллат мардуми Тоҷикистон дар баробари якдигарро ба оғӯш гирифтанд. манофеи миллӣ дар инҷа дида нашуд. мутаассифона дида нашуд. не. ҳар чӣ ки шуд, як гурӯҳи хурд воқеан як идея тавонистанд барои худшон сохтанд. раҳмонов имрӯз тавонист барои худаш беҳтарин мутарҳо, беҳтарин унвон, беҳтарин ҷойи кор, беҳтарин тиҷорат азизош ва нафарое ки даст доштанд имрӯз як қисме ҳаст.